درود، وقتتون بخیر. یه گزارش خیلی کوتاه رو اتفاقاتی که تو ماه سپتامبر افتاد. اولا که من خیلی امروز خوشحالم برای اینکه ما یک ماه قبل MVP رو لانچ کردیم و تو همین بازه زمانی کوتاه، علیرغم که واقعا به لحاظ پروداکت هنوز خیلی مسیر طولانی و سختی رو پیش رو داریم، ولی بچه‌ها بهمون اعتماد کردن. امروز از 16 تا کشور دنیا، از کانادا بگیرید تا امریکا، از سان فرانسیسکو بگیرید تا لندن تو اروپا، از آلمان، از بلژیک، حتی از افریقا، از جوهانسبورگ، از استرالیا و از نیوزیلند و اینجا از امریکای لاتین بچه‌های ایرانی دور هم جمع شدن، عضو این کامیونیتی شدن و من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که اعلام میکنم این اتفاق خوب افتاد تو همین بازه کوتاه. این نکته اول. نکته دوم که خیلی کوتاه می‌خواستم در واقع جمع‌بندی بکنم اتفاقات سپتامبر رو. ما ماژول پروفایلمون رو تقریبا آماده کردیم. بچه‌ها الان بعد از لاگین دستی کامل دارن که پروفایلشون رو، زمینه کارشون رو، فعالیتشون رو ثبت بکنن. ماژول پروژه هامون رو توسعه دادیم و به عنوان یک پروداکت جدید الان قابل بهره برداری. شما پروژه‌تون رو با دیتیل میتونید و با اسناد مرتبطش بارگذاری بکنید. نکته سوم که می‌خواستم در واقع اشاره کنم، ببینید بچه‌ها چند بار از من سوال کردن که واقعا ایده که از هم‌خواندر اومده آیا واقعا شدنیه، آیا واقعا خوشبین هستی به اینکه بشه بچه‌های ایرانی دور هم جمع کرد و این اکوسیستم رو شکل داد. من میخوام بگم ببینید ما قرار نیست چرخ از اول اختراع بکنیم. این اتفاق افتاده قبلا. هندی‌ها این کار رو کردن با شبکه تای. 35 سال تو این فضا دارن کار میکنن. امروز ما میبینیم از هر کمپانی بزرگ تکی که تو سیلیکون ولی نگاه میکنید، لیدراش و در واقع تو سطح سی او سی تی اوش و آدمای اثرگذارش بچهای هندی هستن تو این اکوسیستم کار کردن و واقعا نتیجه سالها کار بوده. تای اومده روی پرورش نسل بعدی در واقع کارآفرینا فعالیت کرده و امروز خیلی اثرگذار هستن. شبکه بامبوی چین رو داریم که در واقع اونم یه مدلی از نتورکینگ برای دیاسپورای چینی هست که تمام دنیا پراکنده هستن و اونم واقعا به شدت اومدن رو توسعه کسب و کارها و اثرگذاری توی بهبود اقتصاد و در واقع توسعه اقتصادی کشورشون دارن کمک میکنن. تجربه مشابه دیگر رو روی جی ونچر اسرائیل داشتیم که به خیلی عمیق در واقع مطالعه کردیم و اونجا خب فقط شبکه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی استارتاپ ها نیست، یعنی اینجایی که میگن واقعا دست سرمایه‌گذار میاد وارد کار میشه و مدلی از اکوسیستمی که ما تو ذهنمون داریم در واقع شکل دادن. ما اومدیم این الگو رو با هم دیگه بررسی کردیم، خود وای کامیونیتی رو دقیق متمرکز شدیم و اونجا نتورک اومدیم در واقع داریم الگو برداری میکنیم. فقط هم صرفا میگم هدفمون ساختن یه پروداکت، یه کپی کردن یه فیچر نیست. واقعیت اینه که اون چیزی که هم فاوندر رو داره بهش ارزش میده تک تک آدمایی هستن که تو این اکوسیستم هستن و الا به لحاظ محصول و پروداکت عرض کردم ما فعلا MVP هستیم و الان تو مرحله پروف اف کانسپت هستیم و داریم سعی میکنیم با آدمای مختلف، با بچهای ایرانی سراسر دنیا تماس بگیریم، ارتباط بگیریم، دیدگاهشون رو و فیدبکشون رو داشته باشیم. ولی فقط خواستم این خبر رو در واقع شیر کنم که این اتفاق خوب افتاده و واقعا خیلی ما رو خوشبین کرده و مصمم‌تر کرده به مسیری که پیش رو داریم. خواهشم اینه که پروفایلتون رو ایجاد بکنید. ایجاد کردن حساب کاربری خیلی راحته. اکانتتون رو فعال بکنید، پروفایلتون رو تکمیل بکنید، پروژه‌تون رو تعریف بکنید و بتونیم این شبکه‌ای با کیفیت رو بسازیم. ما نمی‌خوایم یه چیزی مثل لینکدین دوباره بسازیم، جایی که الان وجود داره، برای اینکه به نظر من لینکدین بارها گفتم یه اقیانوس عمیق با نویز خیلی خیلی بالا. ماموریت هم‌فاوندرم فقط صرفا پیدا کردن کوفاندر نیست. ما قرار اجزا و در واقع تیکای این پازل رو کنار هم بذاریم و اکوسیستمی رو شکل بدیم و این قاعدتاً اوورنایت و در واقع تو یک شب نیستش، زمان میبره. ولی تو این چرخه انتظار داریم که بتونیم یه شبکه‌ای رو از منتورها و کوچ‌ها دور هم داشته باشیم، شبکه‌ای رو از سرمایه‌گذارا داشته باشیم و شبکه بسیار در واقع غنی و توانمندی رو از بچه‌هایی که ظرفیت فاندینگ و کوفاندینگ بودن به عنوان کوفاندر توی تیم رو دارن داشته باشیم و امیدوارم این چرخه رو و این حلقه رو بتونیم به هم دیگه وصل بکنیم. در صورت این اتفاقات خوب افتاده توی ماه سپتامبر. من خیلی خوشحالم بابت این مسیر و پرقدرت ادامه میدیم. آخر اکتبر دوباره برمیگردیم، یه جمع‌بندی میکنیم کارمون رو به لحاظ محصول چه سطحی هستیم، به لحاظ جامعه‌ای که توسعه دادیم چه سطحی هستیم. یه نکته آخرام بگم، تقریبا 20% از مخاطبای ما الان از داخل ایران هستن. خب این یه مقدار ما براش برنامه‌ریزی نکرده بودیم، گفتم مارکت ایران رو تارگت نداشتیم. حالا بنا به دلیلی که قبلا توضیح دادم
ولی این ظرفیت وجود داره. بچهای داخل ایران هم میان پروفایلشون ایجاد میکنن و هدفشون میتونه در واقع دستور شبکه منتورها باشه یا میتونه در واقع نتورکینگ و یافتن کوفاندر یا در واقع منابع مناسب باشه. امیدوارم یه روزی برسه و من ایمان دارم که به زودی اون روز میرسه. ما بچهای ایرانی، کامیونیتی ایرانی هر جای دنیا که هستیم کنار هم پشت هم وایسیم و از هم دیگه حمایت بکنیم و اتفاقات خوبی رو برای هم دیگه رقم بزنیم.